به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبا از مؤسسه فانوس دانش براتون میخونم. کتاب اثر مرکب، آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما. نویسنده دارن هاردی، مترجم محمد جواد نعمتی. با برداشتن گام‌های کوچک موفقیت‌های بزرگ کسب کنید. این کتاب شامل 6 فصل هستش که چاپ 17مش در سال 1401 چاپ شده. امیدوارم که این کتاب به دردتون بخوره و بسیار زیباست. با من همراه باشید. فصل اول، عملکرد اثر مرکب. مسئولیت فردی کارهایم را بر عهده می‌گیرم. نظم و انضباط همیشه الگوی من میباشد. شما تجربه‌ای در بهره بردن از اثر مرکب نداشته اید؟ اثر مرکب قاعده بهره بردن از مزایای عظیم یک سری انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است. نکته جالب در این فرایند این است که به رغم فراوانی نتایج حاصل از آن، گام‌های رسیدن به آن در حال حاضر کوچک شمرده می‌شوند. وقتی از این راهکارها برای بهبود سلامت، روابط، اوضاع مالی یا هر چیز دیگری که برایتان مهم است استفاده می‌کنید، تغییرات جزئی و ظریف‌اند. به نحوی که شاید ملموس نباشند. شاید این تغییرات کوچک و تدریجی نتیجه آنی، موفقیت چشمگیر یا نتیجه خیره کننده‌ای به همراه نداشته باشند. پس چرا باید آنها را دنبال کرد؟ تغییر بزرگ برابر است با زمان به علاوه پیوستگی به علاوه انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه. اما ما در اینجا قسمت‌های مهمی از این کتاب رو علامت گذاری کردیم که براتون بخونم. در عمل موفقیت حاصل انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است که با گذشت زمان از ثابت قدمی نشأت گرفته است. این فصل شامل عناوین متفاوت و زیبایی است. زیبایی اثر مرکب در سادگی آن است. اثر مرکب قابل پیش‌بینی و ارزیابی است. آنچه واقعاً موفقیت دراز مدت را در پی دارد، استحکام و کار سخت و شکیبایی است. اگر واقعاً می‌خواهیم به موفقیت دست یابیم، نیاز به تکرار اخلاق کاری پدربزرگان خود داریم. ذهنیت مایکروویوی. درک اثر مرکب شما را از انتظارات رسیدن به نتایج آنی رها می‌سازد. خلاصه گام‌های عملی که در پایان هر فصل از کتاب اثر مرکب هستش براتون حتما میخونم. چندین گام کوچک و به ظاهر بی اهمیت که بتوانید هر روز انجامشان دهید. یادداشت کنید. با آنها می توانید زندگی خود را در جهتی کاملا مثبت و جدید سوق دهید. چندین عذر و بهانه را که ممکن است با آنها درگیر باشید یادداشت کنید. برای مثال هوش ناکافی، تجربه کم، سواد نداشتن و عملکرد اشتباه. برای سخت‌کوشی و رشد شخصیتی خود تصمیم بگیرید تا بر هر کسی که می‌خواهید غالب شوید، البته این شامل شخصیت قدیمی خودتان هم می‌شود. کارهای کوچک و به ظاهر بی اهمیتی را که منجر به نتایج منفی می‌شود متوقف سازید. از بخش‌ها و مهارت‌ها یا نتایجی که قبلاً بیشترین موفقیت را در آنها داشته اید فهرست برداری کنید. اگر این مهارت‌ها را در وجود خودتان ثابت فرض کرده اید و دیگر برای ادامه دادنشان تلاش نمی‌کنید، باید بدانید که این از خود راضی بودن
در آینده منجر به شکست و ناکامی شما می شود. من فصل‌ها رو براتون خلاصه می خونم تا بتونم تعداد بیشتری از صفحات رو براتون مرور کنم. فصل دوم، انتخاب‌ها. همه ما به یک شکل قدم به این دنیا می‌گذاریم. برهنه، ترسیده، ناآگاه. بعد از آن ورود با شکوه، زندگی ما در نهایت مجموعه‌ای از تمام انتخاب‌هایمان است. هر انتخاب رفتاری را شروع می‌کند که به مرور زمان به عادت تبدیل می‌شود. بزرگترین مشکلتان این است که چشم بسته انتخاب می‌کنید. در نصف مواقع حتی خبر ندارید که دارید انتخاب می‌کنید. اغلب این فرهنگ و تربیتمان است که انتخاب‌هایمان را شکل می‌دهد. این انتخاب‌ها می‌توانند آنچنان با رفتارها و عادت‌های روزمره گره خورده باشند که خارج از کنترل ما به نظر برسند. 100% مسئولیت اعمالمان را بپذیرید. باید حاضر باشید 100% توانتان را صرف رابطه کنید و در عوض انتظار دریافت هیچ چیزی را نداشته باشید. فقط زمانی که حاضر باشید 100% توانتان را صرف پایداری رابطه‌ای کنید، پایدار می‌ماند. همه چیز به من بستگی دارد. مسئولیت تمام کارهایی که انجام داده یا نداده‌ام یا واکنشم به هر چیزی که بر سرم می آمد بر عهده من است. فقط خودتان مسئول هستید. با انتخاب اینکه رسما خودم را از بند قربانی بودن در گذشته، حال و آینده آزاد کنم، برگ برنده بازی موفقیت را در دست گرفتم. برای کنترل سرنوشتم آن قدرت نامحدود را در دست داشتم. شانس آوردن. شانس فقط به مجموعه‌ای از انتخاب‌ها بستگی دارد. فرمول کامل شانس آوردن: آمادگی یا رشد فردی به علاوه نگرش یا باور ذهنی به علاوه فرصت، اتفاقات خوبی که سر راهتان قرار می‌گیرند به علاوه اقدام، غنیمت شمردن آن فرصت و دست به کار شدن که برابر با شانس هستش. اول آمادگی، دوم نگرش، سوم فرصت، چهارم اقدام. شانس فرصت‌ها را به صورت برابر توزیع می‌کند. خورشید شانس بر همه می‌تابد. به جای اینکه زیر چترتان مخفی شوید، باید نگاهتان را به آسمان بدوزید. دوست عزیزم، وقتی پای شانس وسط باشد، همه چیز به شما بستگی دارد. هیچ راه دیگری برای تصاحب شانس وجود ندارد. بهای سنگین دانشگاه روزگار. روزی که مسئولیت کامل در برابر زندگیتان را بر عهده بگیرید، روزی است که کودکی را پشت سر می‌گذارید و وارد بزرگسالی می‌شوید. این واقعیت را با آغوش باز بپذیرید که انتخاب‌ها تا وقتی که مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید، آزادی بخش شما هستند. برگه امتیاز دهید. سلاح مخفی شما. آگاهی نخستین گام به سوی تغییر است. پیگیری و ثبت پیشرفت‌ها و اشتباهاتم یکی از عوامل موفقیت‌هایم در زندگی بوده است. این فرایند مجبورتان می‌کند از تصمیم‌هایتان آگاه باشید. ولی همانطور که جیم ران می‌گوید، کاری که انجام دادنش راحت است، انجام ندادنش هم راحت است. جادو در پیچیدگی این کار نیست. جادو در انجام دادن مکرر کارهای ساده و ادامه آن به اندازه کافی برای شعله‌ور کردن معجزه اثر مرکب است. پس از کوچک شمردن کارهای ساده‌ای که اتفاقهای بزرگ زندگیتان را ممکن می‌کند مطلع باشید. بزرگترین فرق بین افراد موفق و افراد ناموفق این است که
افراد موفق حاضرند کارهایی را انجام دهند که افراد ناموفق حاضر به انجام دادن آنها نیستند. این جمله را به خاطر بسپارید. در طول زندگی زمانی که با انتخاب‌های سخت، خسته کننده یا دشوار روبرو می‌شوید، این جمله به دفعات به دردتان می‌خورد. تله پول. همیشه افراد برنده اهل ثبت اعمالشان هستند. ثبت کارها تمرینی ساده است. ثبت کارها کارساز است. زیرا در هر حوزه‌ای که می‌خواهید در آن بهتر شوید، لحظه به لحظه شما را از اقداماتتان آگاه می‌سازد. از کارهای ساده و به آرامی شروع کنید. نترسید. با گام‌های ساده و راحت شروع کنید. فقط یک عادت را به مدت 1 هفته پیگیری و ثبت کنید. عادتی را انتخاب کنید که بیشترین کنترل را روی شما دارد. این همان جایی است که باید از آنجا شروع کنید. اما اقدامات عملی که در پایان فصل 2 آورده شده رو براتون میخونم که بتونید خلاصه این فصل رو توی کارهاتون بگنجونید. خلاصه گام‌های عملی. در زندگیتان بیشتر از همه با کدام حوزه، فرد یا موقعیت دست به گریبانید؟ شروع کنید. به یادداشت کردن تمام ابعاد آن موقعیتی که بابتش سپاسگزارید. هر چیزی که قدردانیتان را در آن حوزه از زندگیتان تقویت می کند و گسترش می دهد فهرست کنید. دوم، در کدام جنبه از زندگیتان 100% مسئولیت موفقیت یا شکستی را که در حال حاضر در آن هستید بر عهده نمیگیرید؟ 3 کاری را که در گذشته انجام دادید و شرایط را بحرانی کرده است بنویسید. 3 کاری را که باید انجام میدادید ولی انجام ندادید فهرست کنید. 3 اتفاقی را که برایتان رخ داده و در برابر آنها واکنش ضعیفی از خود نشان دادید بنویسید. 3 کاری را که همین الان می توانید برای دوباره عهده‌دار شدن مسئولیت پیامدهای زندگیتان انجام دهید بنویسید. و سومین مورد، در حوزه‌ای از زندگیتان که دوست دارید آن را تغییر دهید یا بهبود بخشید، شروع به ثبت و پیگیری حداقل یک رفتار کنید. برای مثال پول، تغذیه، تناسب اندام، قدردانی از کار دیگران، تربیت فرزندان یا هر حوزه دیگری از زندگیتان. فصل 3. عادت‌ها. هرچه عادت‌ها قدیمی‌تر باشند بزرگتر می‌شوند. ریشه‌هایشان عمیق‌تر می‌شود و سخت‌تر از ریشه بیرون می‌آیند. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است ما همانی هستیم که مکرر انجام می‌دهیم. دیکشنری مریام ویبستر واژه عادت را اینگونه تعریف کرده است: رفتاری اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی شده است. ما با غرایز متولد شده ایم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادتها را در طول زمان پرورش می‌دهیم. در دوران کودکی مجموعه‌ای از پاسخهای شرطی را یاد می‌گیریم که ما را به عکس‌العمل غیر ارادی بدون فکر کردن در بسیاری از موقعیت‌ها سوق می‌دهند. عادتهای ما اجازه می‌دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام دادن کارهای روزمره‌مان استفاده کنیم. همه عادتها خوب و بد دارند. روش‌های روزانه ساخته شده برای عادتهای خوب همان تفاوتی است که موفق‌ترین‌ها را از دیگران جدا می‌کند. طبق صحبت‌های قبلیمان می‌دانید که آدم‌های موفق باهوش‌تر یا با استعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاه‌تر، باهوش‌تر و لایق‌تر، آماده‌تر
و با مهارت‌های بهتر شوند. مثل لری برد شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. عادتهای لری مثل تعهد مداوم او برای تمرین و بهتر کردن بازیش. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب باشد چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود. با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی می تواند ما را به انفعالی ترین و بی‌فکر ترین موجود جهان تبدیل کند. جادویتان را پیدا کنید. نیروی چراییتان را. نیروی اراده را فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چراییتان است. انتخاب‌های شما فقط زمانی معنا پیدا می‌کنند که آنها را به آرزوها و رویاهایتان ربط دهید. شناسایی چراییتان بسیار مهم و حیاتی است. این چیزی است که شما را به هیجان می‌آورد و همانی است که مشتعل کننده اشتیاق، سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتان است. چرا انجام دادن هر کاری ممکن است؟ اگر نیروی چرایتان، آرزوهایتان به اندازه کافی قدرتمند نباشد و ثبات تعهدتان به اندازه کافی قوی نباشد، شما هم مثل همان آدم‌هایی می‌شوید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام دادن کار خاصی می‌کنند ولی تسلیم می‌شوند و برمیگردند به بیخیالی و بی‌توجهی در انتخاب‌های بعد. آیا نیروی چراییتان به اندازه کافی قدرتمند است؟ چرایی شما دلیل شما برای خواستن انجام دادن آن کار. اما چیزهای مادی نمی‌توانند واقعاً قلب، روح و جرأتتان را برای مبارزه به کار بگیرند. آن اشتیاق باید از جایی عمیق‌تر بیاید. جواب این است که آنها فقط روی رسیدن به اهدافشان تمرکز کردند، نه روی کامروایی. کسی کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی‌کند به شادی، عشق و احساس معنا برسید. این دو مجموعه مهارت یکدیگر را تغذیه می‌کنند و باعث می‌شوند باور کنم موفقیت بدون کامروایی شکست است. انگیزه اصلی، نقطه دسترسی به نیروی چرایتان از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست که هم تعریف می‌کنند چه کسی هستید و همین که چه می‌خواهید. تعیین کامل ارزش‌های اصلی از مهمترین قدم‌ها در هدایت زندگیتان به والاترین چشم‌اندازهایتان است. برای تشخیص و تعیین ارزش‌های اصلیتان می‌توانید میدان نبردتان را پیدا کنید. دشمنان به ما دلیلی برای به پا خواستن با شجاعت و شهامت می‌دهند تا از احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمندتر و موفقتر استفاده کنیم. این در توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم. جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژیمان را تحلیل برند و موفقیتمان را تخریب کنند. می توانیم از آنها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده می خواهیم. اهداف، اثر مرکب همیشه فعال است و همیشه شما را به جایی خواهد برد. هر آنچه را که شما به وضوح تصور می کنید، مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید، به ناچار باید اتفاق بیفتد. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ اگر بزرگتر می خواهید باید انسان بزرگتری شوید.
موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید. چیزی که تعقیبش می‌کنید از شما فرار می‌کند، مثل تلاش برای تعقیب پروانه‌ها. موفقیت چیزی است که آن را جذب می‌کنید، آن هم با شخصی که به آن تبدیل می‌شوید. بهبود خودتان، مانعی که بین شما و هدفتان قرار دارد رفتار شماست. اهداف برابر است با شما به علاوه انتخاب یا تصمیم، به علاوه رفتار یا اقدام، به علاوه عادت یا انجام مکرر، به علاوه مرکب شدن یا زمان. اولین وظیفه‌تان این است که از نحوه رفتارهایتان باخبر شوید و تغییری کوچک و ساده در یک عادت باعث جهشی بزرگ و رو به جلو در تعادل و بهره‌وری می شود. تغییر دهندگان بازی 5 استراتژی برای ریشه‌کن کردن عادتهای بد. کلید کار این است که نیروی چرایی‌تان را چنان قدرتمند سازید که میل شما به خوشنودی آنی را در هم بشکند. 1. کشف محرک‌ها. 2. پاکسازی خانه. 3. جایگزین کردن. 4. آرام شروع کنید. 5. پرش بزرگ. ما توانایی مشابه برای تطبیق و سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولاً می توانیم سریع خودمان را به صورت روانی و فیزیولوژیکی با شرایط جدید سازگار کنیم. وقتی باید عادت بدی را در خانه تغییر دهم، با احتیاط و آهسته عمل می کنم، اما در زندگی حرفه‌ای پی بردم که شیرجه بزرگ به مراتب مؤثرتر است. تغییر دهندگان بازی 6 استراتژی برای ایجاد عادتهای خوب. کارشناس خبره رهبری جان سی مکسول گفته است شما نمی توانید زندگیتان را تغییر دهید مگر اینکه چیزهایی را تغییر دهید که هر روز انجامشان می دهید. راز موفقیت شما در روش‌های روزمره‌تان نهفته است. اما 6 استراتژی. 1. خودتان را برای موفقیت آماده نگه دارید. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. 3. کارهایتان را به دیگران بگویید. اجرای یک نمایش عمومی از مسئولیت پذیری. 4. همراه موفقیت پیدا کنید. 5. رقابت و رفاقت. و 6. جشن بگیرید. کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی سربازان را کسل و بی‌حوصله می‌کند و این آغازی برای سرپیچی از فرمان است. پس جشن بگیرید. تغییر سخت است. معیار شناخت انسان موضع او در زمان آسایش و آسودگی نیست، بلکه موضع او در گیرودار مشکلات است. خلاصه گام‌های عملی. 1. 3 مورد از بهترین عادت‌هایتان را تعیین کنید. همانهایی را که از مهمترین هدفتان پشتیبانی می‌کند. 3 مورد از عادت‌های بدتان را تعیین کنید. عادت‌هایی که شما را از رسیدن به مهمترین هدفتان دور می‌کنند. 3 عادت جدید را تعیین کنید که لازم است پرورش دهید تا شما را در مسیر رسیدن به مهمترین هدفتان قرار دهند. می توانید از برگه ارزیابی عادت‌ها در بخش پیوست استفاده کنید. 2. انگیزه‌های اصلیتان را تعیین کنید. کشف کنید چه چیزی شما را برای رسیدن به نتایج بزرگ ترغیب می‌کند و تحریک شده نگه می‌دارد. می توانید از برگه ارزیابی ارزش‌های اصلی استفاده کنید. و 3. نیروی چراییتان را پیدا کنید. اهدافی دقیق، الزام‌آور و برانگیزاننده برای خودتان تعیین کنید. فصل 4. تکانش. بدون شک تکانش از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهای کسب موفقیت است. به کنترل درآوردن تکانش. اولین قدم همیشه سخت‌ترین کار است. پذیرش هر تغییر هم
همینطور است. اثر مرکب همیشه کارآمد است. تکانش هم به شما خواهد گفت یک کارهای جدید را بر اساس ارزش‌های مرکزی و اهداف خود انتخاب کنید. 2. از این گزینه‌ها برای ایجاد رفتارهای مثبت و جدید بهره بگیرید. 3. به تکرار کارهای مثبت بپردازید تا زمانی که عادات جدید ایجاد شوند. 4. کارهای روزمره و موزون را وارد نظمی همیشگی کنید. و 5. تا مدت زمان لازم همچنان ثابت قدم بمانید، سپس لذت ببرید. قدرت کارهای روتین و همیشگی. روتین چیزی است که شما هر روز بدون شکست انجام می‌دهید. عادی‌سازی کارها برای سربازان تازه وارد جهت شرکت در میدان مبارزه مؤثرترین روش برای عملکردی درست، مؤثر و به موقع است. رفتاری معمولی که به عادت تبدیل شده در زندگی بسیار تاثیرگذار است. از روزهای خود محافظت کنید. طلوع کنید و بدرخشید. رویاهای شیرین داشته باشید. نقد عملکرد در طول روز مهم است. ایجاد تغییرات برای بهبود بخشیدن و الگوی رفتاریتان را بیابید. مطمئناً این تداوم است که شما برای رسیدن به هماهنگی نیاز دارید. و ثبت کردن مدل رفتاریتان باعث می شود که از بنا نهادن رفتاری موزون لذت ببرید و آن را دنبال و پیگیری کنید. تعهد یعنی چیزی را که دوست دارید انجام دهید و بعد از مدتی انجام دادن کار خلق و خوی شما به آن رغبت پیدا می کند. کارهای هماهنگ زندگی. اثر مرکب نتیجه انتخاب‌ها و فعالیت‌های هوشمندانه است که شما به طور ثابت در طول زمان تکرار می‌کنید. داشتن تداوم از اساس موفقیت است. با داشتن سرعت ثابت و یک بار بلند شدن و یک بار نشستن بسیار آسان‌تر و با صرف انرژی کمتر مسیرتان را طی کنید. حتی اگر آهسته‌تر از دیگران حرکت کنید. تداوم کلید دستیابی به نیروی جنبشی است. و اما خلاصه گام‌های عملی: 1. برای کارهای روزمره صبحگاهی و شامگاهی خود از یک روش مطمئن استفاده کنید. برای خود برنامه روزانه در سطح جهانی طراحی کنید که قابل پیش‌بینی و از شکست در امان باشد. 2. 3 بخش از زندگی را که به اندازه کافی در آن ثابت قدم نبوده اید فهرست کنید. اثر این بی‌ثباتی در زندگی شما تا چه حد بوده است؟ بیانیه‌ای بسازید که در آن به تعهد جدید خود درباره تداوم داشتن در امور پایبند بمانید. 3. روی برگه ثبت کارهای هماهنگ چندین رفتار کلیدی که مرتبط با اهداف جدیدتان است یادداشت کنید. اینها رفتارهایی است که با حرکت جنبشی یا همان تکانش که در انتهای کار ظاهر می شود هماهنگند. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و اگر تونستید این کتاب رو بخونید به صورت کامل که خیلی لذت بخش هستش. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.